سلام به همه دوستان و دنبال کنندگان کانال اکسپلوریا تک. خب میخوایم امروز یه گوشی رو باز کنیم که گوشی خاطرانگیز قدیمیه با شرکت هواوی آنر 5X که برای باز کردنش ابتدا با این سوزن سیم کارت دو تا اسلات سیم کارتی که هستن خارج میکنیم که این کار رو بارها انجام کار راحت و آسونیه دیگه، نیازی به توضیح اضافه تر نیست. این دوتا رو اگر خارج نکنیم این قاب رو نمیتونیم خارج کنیم. اول این دوتا رو خارج کنیم که این قاب از شاسی بتونه جدا بشه. خب حالا چیکار کنیم؟ دوتا پیچ داره اینجا. این دوتا پیچ اگر نگاه کنید از نزدیک، حالا شاید تو ویدیو خوب مشخص نشه، دوتا پیچ ستاره‌ای هستن. برای باز کردنشون به یکی از این ستای پیچ‌گوشتی ساعتی نیاز داریم. اون آچاری هم که نیاز داریم، این پیچ‌گوشتی مورد نیاز ما شماره T3 هست که توی تصویر الان نشون میدیم. با این میتونیم این پیچ ها رو باز کنیم. ابتدا قشنگ روش فیکس میکنیم و میچرخونیم. شاید اولین بار بخواید باز کنید یکم محکم باشه، ولی من چون این گوشی رو یه بار باز کردم و باتریش رو تعویض کردم خیلی برای من راحت باز میشه. برای شما شاید یکم محکم تر باشه چون اولین بار دارید بازش می‌کنید. یه چیزی مثل پلاستیک آب شده زیر این پیچ ها هست که اولین بار اون آکبندش بود باز شه. اینو بازش میکنید و خلاصه وقتی این دوتا پیچ باز شن دیگه این میتونه صفحه گوشی از شاسی گوشی جدا بشه. برای جدا کردنش ما دوتا دیگه از ابزاری که نیاز داریم، یکی از این چسبونکی ها یا این ساکشن های شیشه بهش میگن که باشه چیزی به شیشه میچسبوندن، و یه دونه کارت بانکی. این دوتا رو داشته باشید خیلی ساده، همه جام هست و در دسترسش، شما راحت میتونید داشته باشید. زیاد به ابزار حرفه‌ای خاصی هم نیاز نداره. حالا من اینجا داشتم اشتباه همون پیچی که باز کرده بودم چون جای خالیش میچرخوندم، چه گیجی زدم. حالا متوجه این اشتباه شدم، ولی از شما معذرت میخوام از این بابت. حالا اون پیچ دومم باز میکنم. فقط این پیچ ها رو یه گوشه ای بذارید که جایی نره گم نشه، چون رنگشون مشکیه و ریزم هستن، گم میشن و دیگه خب پیدا کردنشون هم به مراتب سخته. پیچایی نیستن که بتونید راحت به تو بازار گیر بیاد. بذاریم یه گوشه که گم نشن. حالا برای باز کردنش چیکار میکنیم؟ به یک سمتش یه دونه اون یعنی سمتی که شیشه هست ساکشن میچسبونیم، میکشیم و از اون و توی لای گوشی همین کارت رو میچرخونیم تا اون چسب عایق بندی که برای گوشی هست باز بشه. گوشی های دیگه هم مثل گوشی آیفون هم همین جوریه. مثلا من برای آیفون 6 پلاس هم این کار رو انجام دادم، باتریش رو عوض کردم، اونم عین همینه، فرق زیادی با هم ندارن. تقریبا بازشون هم میکنین شبیه هم هستن. حالا یه چند تا گوشی که اگر من باز کنم یا خودتون باز کنین متوجه میشید که اینا شبیه هم هستن. برای تعویض باتری راحت میتونید اینجوری باز کنید گوشی و خودتون تو خونه باتری تعویض. فقط لازمه این بگم که نکات ایمنی رعایت کنید. مثلا خود باتری وقتی میخواید عوض کنید خب معمولا باتری باد کرده و مراقب باشید جسم نوک‌تیزی بهش نزنید که باتری بخواد یه وقتی آسیب ببینه و خدای نکرده باعث آتش سوزی یا مشکلات دیگه بشه براتون. من اینجا داشتم این گوشی رو باز میکردم، خب به مشکل خوردم. اولین بار اینو 1000 بار دیگه بازش کردم، ولی جلوی دوربین که خواستم بازش کنم مثل سنگ چسبیده بود شاسی به خود صفحه. من یکم جلوتر این ویدیو رو سرعت 10x گذاشتم، بردمش جلو که هم وقت شما گرفته نشه، هم این ویدیو زیاد طولانی نشه که حوصله شما هم سر نره. خلاصه خیلی محکم چسبیده بود، یعنی از اون روزی که فکر کنم خواستم آکبند بازش کنم واقعا محکم‌تر شده بود امروز جلوی دور. خلاصه برای باز کردنش با همین کارت بانکی و یه دونه ساکشن به راحتی باز میشه. وقتی هم بازش کنید به راحتی میتونید به قطعات داخلی خود گوشی دسترسی پیدا کنید و چیزایی که هستن ماژولار هستن، مثلا مثل دوربین، مثل دکمه‌های کم و زیاد کردن قفل گوشی یا حسگر اثر انگشت. اینجا هم که یهو دستم در رفت نزدیک بود همه چی باطل بشه. بهتره یه پد سیلیکونی زیر دستتون پهن کنید که من این کارو حالا نکردم. این کارو بکنید دیگه این لیز خوردن ها جلوگیری میکنید. خلاصه آره
میتونید این چیزایی که ماژولار هستن رو عوض کنید خودتون. این دومین بار دیگه لیز خورد، خیلی بدجور شد، نزدیک بخوره این دوربین بیفته. خب دیگه چیزایی که آره مثل دوربین اینا راحت خودتون میتونید عوض کنید، یا مثلا خصوصا باتری خیلی چیز راحتیه. الان که من این پشت دستگاه رو بردارم میبینید باتری به راحتی زیرش، یه زیر اون یه باتری که رفته اون بالا، الان نشونش میدم تو تصویر. ببینید اینجا که دوربینه، اینجا که رفته، ببینید اینجا رو بخواید باز کنید راحت میتونید باتری رو جدا کنید. فقط برای جدا کردنش باید این سیمی که مشکی رنگ برد بالا که مین برد یا اون مادر بردش هست به پایین، به برد پایین که برد یه سری چیزای مثل باند و اینای گوشی هست و وصل کرده به هم، فقط باید اینو جدا کنید و اون باتری میتونید جدا کنید. زیرش هم یه چسب راحت داره که جدا میشه. بعد باتری بعدی رو میذارید و اونا رو میبندید و چیز میگه. حالا من براتون یه بار دیگه ویدیوی تعویض باتری اگه کامنت بذارید دوست داشتید میتونم براتون آموزش اونم بذارم، چه برای این گوشی چه برای گوشه آیفون رو، که ببینید و لذت ببرید و یاد بگیرید و استفاده کنید. ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. ممنون میشم اگر از ما حمایت کنید با لایک و کامنت هاتون، و اینکه اگر از این ویدیو خوشتون و از این دست ویدیوها و ویدیوهای معرفی آموزش ترفندها میخواید که چنل ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله نوتیفیکیشن هم فعال کنید تا ویدیو جدیدی که میذاریم برای شما بیاد. ممنون از وقتی گذاشتید، ممنون از نگاه خوبتون. خدا حافظ شما.